والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. همچنان بر شما نکاح زنان شوهردار حرام شده است مگر آن زنانی که به حیث اسیر جنگی مالک ایشان شده اید. اینها حکم خداست بر شما. جز اینها نکاح دیگر زنها همه برای شما حلال است در صورتی که مهرشان را بپردازید، آنها را به نکاح درآورید و از زنا خودداری ورزید و چون از زنان کام گرفتید پس مهرشان را به حیث یک فریضه بپردازید. بعد از تعیین مهر بر شما گناهی نیست در آنچه با رضایت کامل درباره تغییر بعد از تعیین مهر به آن توافق کردید. حقا که خداوند دانا و صاحب حکمت است. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحیم. اگر کسی از شما توان آن را ندارد که زنان آزاد پاکدامن مسلمان را نکاح کند، می توانید از دختران پاکدامن کنیز به نکاح بگیرید و خداوند به ایمان شما داناتر است. شما از یکدیگر هستید، چی برده باشید و چی آزاد، همه بنی آدم هستید. کنیزان را به اجازه مالکانشان نکاح کنید و مهر آنها را به وجه مناسب بپردازید در حالی که با عفت باشند و به فحشا متوسل نشوند و نه هم دوستان نهانی داشته باشند و چون در قید نکاح در آورده شدند اگر به فحشا پرداختند مجازاتشان نیمه مجازات زنان آزاد است. این اجازه نکاح کنیز برای کسی از شماست که از فجور بترسد و اگر صبر کنید این برای شما بهتر است و خداوند آمرزگار و مهربان است. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. خداوند می خواهد که برای شما روش‌های کسانی را که پیش از شما بودند روشن کند و نشان بدهد و شما را ببخشاید. خداوند دانا و صاحب حکمت است. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خداوند می خواهد که توبه شما را بپذیرد ولی کسانی که از شهوات پیروی می کنند می خواهند که شما بسیار منحرف شوید. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.
خداوند می‌خواهد بار شما را سبک گرداند و انسان ضعیف آفریده شده است. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ای مؤمنان، دارایی خود را در میان خویش به ناحق مخورید، بلکه باید به اساس تجارتی باشد که با رضایت شما صورت گیرد و خویشتن را مکشید، حقا که خداوند به شما مهربان است. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اگر کسی این کار را به ناحق و از روی ستم بکند، به زودی ما او را به آتش می‌افکنیم و این کار برای خداوند آسان است. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر شما از گناهان کبیره‌ای که از ارتکاب آنها نهی شده اید اجتناب ورزید، گناهان شما را از شما می‌زداییم و شما را به مقام گرامی داخل می‌کنیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. برتری های را که خداوند به بعض شما نسبت به بعض دیگر ارزانی کرده آرزو مبرید. مردان از چیزی که کسب کرده اند بهره‌ور می شوند و زنان از چیزی که کسب کرده اند بهره‌ور می شوند و از خداوند از فضل و احسان او بخواهید، حقا که خداوند به همه چیز داناست. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. برای هر کس از آنچه مادران، پدران و اقاربشان از دارایی خود گذاشته‌اند وارثان قرار داده‌ایم و نیز به کسانی که با ایشان عهد بسته‌اید، پس حصه هر کدامشان را بدهید، حقا که خداوند بر هر چیز گواه است. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردان سرپرست زنانند، یعنی بر زنان تسلط دارند، از سبب اینکه خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده است و نیز به این سبب که از مالهای خود خرج می کنند. پس زنان نیکوکار فرمان بردارند و در غیاب شوهر خود مال و آبروی او را به نگهبانی خدا پاسداری می کنند
و زنانی که از بدخوییشان می ترسید پس آنها را نخست نصیحت کنید و باز ایشان را از بستر خیش جدا کنید و باز ایشان را به آهستگی بزنید و بالاخره ایشان اگر شما را فرمان بردند پس راهی را برای الزام بر ایشان مجویید. حقا که خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اگر از اختلاف بینشان ترسیدید پس حکمی از وابستگان مرد و حکمی از وابستگان زن بفرستید. اگر اراده اصلاح داشته باشند خداوند بینشان موافقت می آرد. حقا که خداوند دانا و آگاه است. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. و خدا را پرستش کنید و با او چیزی را شریک میاورید و با پدر و مادر خیش نیکویی ورزید و نیز با خویشاوندان، یتیمان، نیازمندان، همسایگان خویشاوند، همسایگان بیگانه، همنشین نزدیک و مانده در راه و به برده هایی که مالکشان هستید. حقا که خداوند متکبر خودستا را دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. آنهایی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل فرا می‌خوانند و آنچه را خداوند از فضل خیش به آنها اعطا کرده است پنهان می‌کنند، بیگمان ما برای کافران عذاب اهانت آمیز مهیا ساخته‌ایم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا. و آنهایی که داراییشان را ریاکارانه مصرف می‌کنند تا آن را به مردم نشان دهند و نی به خداوند و نی هم به روز آخرت ایمان دارند. کسی که شیطان یاور او باشد پس چی بد یاوری است شیطان. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. و آیا چی زیانی بر آنها وارد می شد اگر به خدا و روز آخرت ایمان می آوردند و از آنچه خداوند به ایشان روزی نموده خرج می کردند و خداوند به حال ایشان داناست. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. حقا که خداوند به قدر ذره هم ظلم نمی کند. اگر عمل نیک باشد آن را دوچندان می گرداند و از نزد خود مزد بزرگ می دهد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. چگونه خواهد بود آنگاه که ما از هر قوم گواهی بیاوریم و تو را گواه بر اینها بیاوریم. يومئذ
يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. در آن روز آنانی که کافرند و پیامبر را نافرمانی کردند آرزو می کنند ای کاش زمین با ایشان یکسان می شد و ایشان هرگز سخنی را از خداوند پوشانیدن نمی توانند. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای مؤمنان، در حالی که نشه هستید به نماز نزدیک مشوید تا هر آنچه را میگویید بدانید و نه هم در حال جنابت به نماز نزدیک شوید مگر آنکه عبور کننده از راه یعنی مسافر باشید تا اینکه غسل نمایید. اگر مریض یا به سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان مباشرت ورزیدید و آب نیافتید پس به خاک پاک تیمم کنید به این ترتیب که با آن روحها و دستهای خود را مسح کنید. خداوند بیگمان بخشایشگر و آمرزگار است. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا به سوی کسانی ندیدی که برایشان بهره از کتاب داده شده بود؟ ایشان گمراهی را میخرند و میخواهند شما نیز گمراه شوید. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خداوند به حال دشمنان شما داناتر است. خداوند به حیث کارساز بسنده است و خداوند به حیث مددگار بسنده است. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. از یهودیان کسانی هستند که کلمات را از جاهای درست آنها تحریف کرده میگویند میشنویم و نافرمانی میکنیم و بشنو که هرگز شنوانده نشوید و با پیچانیدن زبانهای خویش طعنه زنان به دین میگویند راینا. اما اگر ایشان میگفتند میشنویم و فرمان میبریم و بشنو و به سوی ما نظر کن این کار برایشان بهتر و مناسبتر میبود. مگر خداوند به ایشان به سبب کفرشان لعنت کرد پس ایمان نمی آورند مگر تعداد کمی ایشان. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
کسانی که به شما کتاب داده شده است با آنچه ما نازل کردیم و تصدیق کننده کتابی است که با شما است ایمان آرید پیش از این که صورت بعضی از شما را محو کنیم و آنها را بر پشت سر بگردانیم یا آنها را لعنت کنیم، چنانچه اهل سبت نقض کنندگان مقررات شنبه را لعنت کردیم و فرمان خدا حتما عملی شده نیست. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. خداوند هرگز این را نمی آمرزد که به او شریک آورده شود و جز این هر گناهی را برای هر کسی که بخواهد می آمرزد و کسی که به خدا شریک آورد بیگمان به این افترا گناهی بزرگی را مرتکب شده است. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتیلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که نفسهای خیش را تزکیه می کنند بلکه خداوند هر کی را بخواهد پاک می گرداند و به ایشان کمترین ستمی نمی شود. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ببین چطور ایشان بر خداوند این دروغ را افترا می کنند و این امر به حیث گناه آشکار بسنده است. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که به ایشان بهره از کتاب داده شد به جبت و طاغوت می گروند، یعنی به بتها و شیطان تعظیم می کنند و به کافران می گویند که ایشان نسبت به مسلمانان رهیاب‌ترند. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. آنها کسانی اند که خداوند ایشان را لعنت کرده است و کسی را که خداوند لعنت کند هرگز برای او مددگاری نمی‌یابی. ام لهم نصیب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقیرا. آیا ایشان را در پادشاهی و یا قدرت سهمی است؟ پس در این صورت کمترین چیزی به مردم نمی‌دهند. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا به مردم به سبب آنچه خداوند به ایشان از فضل خود داده حسد می‌ورزند، در حالی که ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت را داده و به ایشان سلطنت عظیم ارزانی داشتیم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعیرا. پس بعضی از ایشان به آن ایمان آوردند و بعضی از ایشان از وی روی برگردانیدند و دوزخ به حیث آتش فروزان بسنده است. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. آنانی را که آیات ما را تکذیب کردند به زودی در آتش می‌افکنیم. هر باری که پوست بدنشان بسوزد آن را به پوست دیگری تبدیل می‌کنیم تا عذاب را بچشند. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند ما به زودی ایشان را در بهشت‌هایی را می‌دهیم که در زیر درختان آن جویبارها جاری است. در آن جاودانه به سر میبرند و در آنجا برای ایشان همسران پاکیزه می باشد. ایشان را در سایه پاینده جا می‌دهیم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سمیعا بصیرا. خداوند به شما امر می کند که امانتها را به اهل آنها بسپارید و چون بین مردم حکمیت می کنید قضاوت عادلانه بنمایید. حقا که خداوند به شما پند و اندرس‌های خوبی می دهد. بیشک خداوند شنوا و بیناست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا. ای مؤمنان خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و کسانی از خود را فرمان برید که اولوالامر شمایند. هرگاه بر چیزی در میان خود اختلاف ورزیدید آن را به خداوند و پیامبر او ارجاع کنید. اگر به خداوند و به روز آخرت ایمان دارید این کار بهتر و نیک فرجام‌تر است. الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا به سوی کسانی ندیدی که گمان میکنند به آنچه به تو و به کسانی پیش از تو نازل شده ایمان دارند در حالی که میخواهند حکمیت را به شیطان محول کنند با اینکه به ایشان حکم شده تا از پیروی شیطان خودداری ورزند. شیطان میخواهد که ایشان را در نهایت گمراهی قرار دهد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل گردانیده و به سوی پیامبر بیایید منافقان را میبینی که روی خود را از تو با کینه توزی میگردانند. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. پس چی طور است وقتی که به مصیبتی برسند که از پیش به دست خود انجام داده اند سپس پیش تو بیایند و با خداوند سوگند یاد کنند که مقصد ما جز نیکی و موافقت چیزی دیگر نبوده است.
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا. ایشان کسانی اند که خداوند آنچه را در دلهایشان است می‌داند، لذا از ایشان اعراض کن، آنها را پند بدی و به ایشان در حق خودشان سخن مؤثری بگوی. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه مطابق به فرمان خدا از او اطاعت شود. اگر آنها هنگامی که به خود ستم کرده بودند به نزد تو می آمدند و آمرزش خدا را طلب می کردند و پیامبر برایشان آمرزش می طلبی، واقعا خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. امان خیر، به پروردگار تو سوگند که ایشان ایمان نمی آورند، یعنی مؤمن راستین شمردن نمی شوند تا تو را در تمام منازعات خود حکم بسازند و سپس در برابر فیصله های تو هیچ احساس دلتنگی نکنند و به این فیصله ها با کمال انقیاد تسلیم شوند. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبیتا. اگر ما به ایشان به مانند امتهای پیش امر می کردیم که خود را بکشید یا از وطن خود بیرون شوید، این کار را نمی کردند مگر عده محدودی از ایشان. اما اگر ایشان آنچه را برایشان پند داده می شود واقعا انجام دهند، حتی که این برایشان بهتر است و باعث تقویت ایمانشان می گردد. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. و در آن صورت البته برایشان از نزد خود مزد بزرگ می دادیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. و بیشک به آنها راه راست را نشان می دادیم. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. و کسی که خداوند و پیامبر او را فرمان برد، پس او در زمره کسانی است که خداوند بر ایشان نعمت‌های ارزانی کرده است، از پیامبران، صدیقان، شهیدان و راستکاران. چه دوستانی کوی! ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما. این است فضل از جانب خداوند و خداوند به حیث دانا بسنده است. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ای مؤمنان، آمادگی خود را در برابر دشمن بگیرید،
و با در نظر داشت شرایط به جهاد گروه بیرون شوید یا همه یک جا بیرون شوید. و این منکم لمن لیبطئن فإن اصابتكم مصیبة قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. یقینا در بین شما کسی هست که درنگ می‌ورزد، یعنی به اشتراک در جهاد بیمیلی نشان می‌دهد. اگر مصیبتی به شما عاید شود میگوید خداوند بر من منت نهاد که در میان ایشان حاضر نبودم. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. اما اگر به شما فضلی از جانب خداوند عاید شود با یقین میگویند ای کاش من با ایشان میبودم تا از این پیروزی بزرگ بهره‌ور میگشتم. تو گویی میان شما و ایشان هرگز پیوندی از محبت وجود نداشته است. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. پس در راه خدا باید کسانی بجنگند که زندگی این دنیا را در برابر آخرت می فروشند. کسی که در راه خدا می جنگد خواه کشته می شود یا پیروز می گردد، به زودی ما به او مزد بزرگ می دهیم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. و چرا در راه خدا نجنگید و برای نجات بیچارگانی از مردان، زنان و کودکان که میگویند پروردگار ما را از این دیاری که مردم آن ستمگارند بیرون آر و برای ما از جانب خود سرپرستی را مقرر گردان و برای ما از جانب خود مددگاری را تعیین گردان. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مؤمنان در راه خدا می جنگند و کافران در راه شیطان می جنگند. پس شما با دوستان شیطان بجنگید. واقعا حیله و نیرنگ شیطان ضعیف است. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آیا به سوی کسانی ندیدی که برایشان گفته شد دستهای خود را از جنگ باز دارید و نماز را به تمام و کمال برپا دارید و زکات را بپردازید
پس چون بر ایشان حکم جنگ صادر شد، ناگاه گروهی از ایشان از مردم به اندازه ترسیدند که می بایست از خدا بترسند یا ترس بیشتری. آنها گفتند پروردگار ما، چرا بر ما جنگ را فرض گردانیدی؟ ای کاش ما را تا مدت کوتاهی مهلت می دادی. بگو متاع این دنیا اندک است و آخرت برای پرهیزگاران بهتر است و در حق ایشان کوچکترین ستمی نمی شود. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. در هر جایی که باشید مرگ شما را در می‌یابد، اگرچه در برج‌های مستحکمی باشید. اگر به ایشان خوبی برسد میگویند این از جانب خداوند است، اما اگر به ایشان بدی عاید شود خطاب به پیامبر میگویند این از جانب توست. بگو همه چیزها از جانب خداست. پس این مردم را چه شده است که از فهم سخن به دورند؟ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ای انسان، هر آنچه به تو از خوبی رسیده از جانب خداوند است، ولی هر آنچه به تو از بدی رسیده از جانب خود توست. ما تو را به حیث پیامبر برای مردم فرستادیم و خداوند به حیث گواه بسنده است. من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا. هر که پیامبر را فرمان میبرد پس حقا که خداوند را فرمان برده است، و کسی که اعراض می کند پس ما تو را به حیث نگهبان بر ایشان نفرستادیم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ایشان به زبان خود میگویند ما فرمان برداریم، اما وقتی که از نزد تو بیرون میروند گروهی از ایشان شب را به حرفای غیر آنچه تو میگویی میگذرانند. خداوند دسایس شبانه ایشان را در نامه اعمالشان می نویسد. از ایشان روی بگردان و به خداوند توکل نما و خداوند به حیث کارساز بسنده است. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا در قرآن غور نمی کنند؟ اگر این کتاب از جانب غیر خداوند می بود البته در آن اختلاف زیادی می یافتند. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.
هنگامی که به ایشان خبری از امن یا ترس بیاید آن را افشا می کنند. اگر آن را با پیامبر و کسانی که از میان خودشان صاحب صلاحیت می باشند ارجاع می کردند، بیگمان کسانی که در زمینه قدرت تحلیل مسائل را دارند می دانستند کدام خبر قابل افشا و کدام خبر در خور اخفاست. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود، جز تعداد کمی از شما همه از شیطان پیروی می کردید. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. پس در راه خدا پیکار کن. تو صرف در مورد خود مکلف هستی و مسلمانان را به این امر تشویق کن. شاید خداوند شدت کارزار کافران را باز دارد. خداوند هم در قدرت خود و هم در مجازات خویش شدیدتر است. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. کسی که به امر نیکویی سفارش می کند برایش بهره از ثواب آن داده می شود و کسی که به امر ناشایسته سفارش کند برایش سهمی از گناه آن داده می شود و خداوند بر هر چیز نگهبان و تواناست. و اذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسیبا. چون سلام گفته شوید و سلامی، پس نیکوتر از آن سلام گویید یا به مثل آن، حقا که خداوند همه چیزها را محاسبه می کند. الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حدیثا. خداوند معبودی جز او نیست. یقینا همه شما را در روز قیامت که در آن شکی نیست جمع می کند و کیست راستگوتر از خداوند در سخن. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. پس شما را چی شده است که در مورد منافقان دو فرقه شدید؟ خداوند ایشان را در برابر اعمال مفسدانه ایشان نیگونسار گردانید. آیا می خواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده است رهیاب سازید و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او راهی یافتن نمی توانید؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. آنها دوست دارند که شما هم کافر شوید همانطوری که ایشان خود کافر شدند، پس به این ترتیب با هم برابر می شوید. پس شما از ایشان دوستانی نگیرید تا در راه خدا مهاجرت کنند. پس اگر روی برتابند پس در هر جایی که آنها را میابید بگیرید و بکشید و از آنها کسی را دوست و مددگار نگیرید. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. جز کسانی که با قومی پیوست شوند که بین آن قوم و شما معاهده صلح برقرار است، یا کسانی که به سوی شما می آیند و از جنگ با شما و همکاری در جنگ با مردم خودشان که در برابر شما صورت می گیرد دلتنگ شده اند. اگر خداوند می خواست ایشان را بر شما مسلط می ساخت پس با شما جنگ می کردند. بنابراین اگر ایشان از شما کناره گیرند و با شما جنگ نکنند و در عوض به شما پیشنهاد صلح کنند، در آن صورت خداوند برای شما در برابر ایشان راهی برای جنگ نداده است. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا. ایده دیگری را در خواهید یافت که می‌خواهند تا با منافقت هم از ناحیه شما در امان باشند و هم از ناحیه قوم خود در امان باشند. هر باری که با فتنه انگیزی سوق داده میشوند در آن سرنگون میگردند. اگر از جنگ با شما کناره نگیرند و به شما تضمینات صلح ندهند و از این فتنه انگیزی دست بردار نشوند، پس در هر جایی که ایشان را میابید بگیرید و بکشید. آنهایند که شما را در برابر ایشان تسلط آشکار داده اید. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. برای هیچ مسلمان مجاز نیست که مسلمانی دیگر را بکشد مگر به گونه خطا، و کسی که مسلمانی را به خطا بکشد پس کفاره آن آزاد کردن برده مسلمان است و خونبهای پرداخته شده به خانواده مقتول، مگر آنکه ابرا دهد. اگر مقتول از قوم دشمن شما بود در حالی که مسلمان بود پس کفاره آن آزاد ساختن برده مسلمان است، و اگر مقتول از قومی بود که میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود پس بر شما خونبهایی است پرداخته شده به خانواده او و نیز آزاد ساختن برده مسلمان است. کسی که به این چیزها دسترس نیابد پس بر وی روزه 2 ماه متوالی از جانب خداوند به حیث توبه است و خداوند دانا و با حکمت است. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. و هر کی
مسلمانی را عمدن بکشد پس جزای او دوزخ است، در آنجا برای همیشه به سر میبرد. خداوند بر او خشمگین شده است، او را لعنت کرده است و برای او عذابی بزرگی آماده ساخته است. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ای مؤمنان، وقتی در راه خدا قدم زدید یعنی سفر کردید، پس دقت کنید و به کسی که به شما برای نشان دادن مسلمانی خود سلام می‌دهد مگویید مسلمان نیستی، در حالی که مال و متاع فانی دنیوی را می‌جویید. پس در نزد خداوند غنیمت‌های فراوانی وجود دارد. خود شما نیز پیش از این چنین بودید، پس خداوند بر شما منت گذاشت. اکنون دقت کنید، حقا که خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. آن مسلمانانی که می نشینند یعنی از جهاد خود را کناره می کنند در حالی که معذرت هم ندارند با کسانی که به مال و جان خود در راه خدا جهاد می کنند مساوی نیستند. خداوند برای کسانی که به مال و جان خود جهاد می کنند نسبت به کسانی که نشسته اند یعنی از جهاد خود را کناره کرده اند درجه برتری داده است. خداوند برای همه ایشان وعده پاداش نیک کرده است، ولی مجاهدان را نسبت به کسانی که نشسته اند یعنی از جهاد خود را کناره کرده اند با مزد بزرگ برتری داده است. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحیما. درجاتی که از جانب او اعطا شده و آمرزش و مرحمتی و خداوند آمرزگاری مهربان است. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آنهایی که بر خود ستم کرده اند چون فرشتگان ارواح ایشان را قبض می کنند و ایشان می گویند شما در چه حالی بودید؟ آنها جواب می دهند ما در روی زمین ناتوان و مظلوم بودیم. فرشتگان می گویند آیا زمین خداوند فراخ نبود تا شما در آن هجرت می کردید؟ پس آنها جایشان دوزخ است و چی بد پناهگاهی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر ناتوانان از مردان، زنان و کودکان که نی وسیله دارند و نی هم راهی را میابند.
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. پس چنین مردم امید است که خداوند از ایشان عفو کند و خداوند عفو کننده و آمرزگار است. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحیما. و کسی که در راه خدا هجرت می کند در زمین جاهای بسیار و گشایش می یابد. اگر کسی از خانه خود به حیث مهاجر در راه خدا و پیامبر او بیرون می شود و سپس مرگ دامنگیرش می شود، حقا که مزد او بر خداست و خداوند آمرزگار و مهربان است. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. هنگامی که در زمین قدم میزنید یعنی سفر میکنید بر شما گناهی نیست اگر قسمتی از نماز را کوتاه کنید، در صورتی که از این ترس داشتید که کافران شما را به فتنه میاندازند. بیگمان کافران برای شما دشمن آشکارند. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهینا. و هنگامی که تو در میانشان باشی و نماز را برایشان برپا کنی باید یک گروه ایشان با تو به نماز ایستاده شوند و اسلحه خود را بگیرند. هنگامی که آنها سجده خود را به پایان رسانیدند در عقب شما اخذ موقع کنند و آنگاه گروه دیگر که هنوز نماز را ادا نکرده اند بیایند و نماز را با تو ادا کنند و امنیت و سلاح خیش را بگیرند. کفار دوست دارند که اگر شما از سلاح و مهمات خیش غافل شوید بر شما به یک بارگی حمله کنند. اگر به شما اذیتی از باران یا مریضی باشد بر شما گناهی نیست که سلاح خود را بگذارید ولی امنیت خود را بگیرید، حقا که خداوند برای کافران مجازات رسوا کننده را آماده کرده است. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. و هنگامی که نماز را ادا کردید پس خداوند را در حال ایستاده، نشسته و افتاده به پهلوی خیش یاد کنید.
اما چون ایمن شدید نماز را به صورت معمول برپا دارید، بیگمان نماز بر مسلمانان در اوقات معین آن فرض است. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. و در تعقیب این مردم سستی مکنید. اگر شما دردمند می شوید ایشان نیز دردمند می شوند به همان گونه‌ای که شما دردمند می شوید. اما شما از خداوند چیزی را امیدوار هستید که ایشان امید ندارند و خداوند دانا و با حکمت است. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ما به تو کتاب را به راستی فرو فرستادیم تا بین مردم مطابق به آنچه خداوند تو را آگاه ساخته حکم کنی و از کسانی مباش که از خیانتکاران حمایت می کنند. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. و از خداوند آمرزش بخواه، حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. از جای کسانی که با خود خیانت می کنند مجادله مکن، حقا که خداوند کسی را که خیانت پیشه و گناهکار باشد دوست ندارد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ایشان به سبب این خیانت ها از مردم می ترسند ولی از خدا نمی ترسند، یا اینکه چون در مجالس شبانه خیش به حرفای ناخوشایند می پردازند خدا با ایشان است و خداوند به هر عملی که آن را مرتکب می شوند احاطه دارد. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. این شما هستید که از جای ایشان در زندگی این دنیا مجادله می کنید، پس کیست که از جای ایشان در روز قیامت در برابر حکم خداوند مجادله کند؟ یا کیست که برایشان کارساز باشد؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هر کسی که کار ناشایسته را مرتکب شود یا بر خود ستم نماید و بعداً آمرزش خدا را بخواهد خداوند را آمرزگاری مهربان می‌یابد. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. و کسی که گناهی را مرتکب شود زیانی آن به خودش میرسد و خداوند دانا و با حکمت است. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. و کسی که مرتکب خطا یا گناهی شود و آن را بر آدم بیگناهی تهمت زند پس او واقعا آن تهمت و آن گناه آشکار را بر دوش گرفته است. ولولا فضل الله عليك ورحمته
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. و اگر فضل و مرحمت خداوند بر تو نمی بود، واقعا گروهی از ایشان در صدد آن بودند که تو را گمراه کنند، اما در حقیقت ایشان جز خویشتن کسی دیگر را گمراه نمی کنند و به تو کمترین زیانی عاید کردن نمی توانند. خداوند بر تو کتاب و حکمت را فرو فرستاده و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و فضل خداوند بر تو بزرگ است. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. در بس از گفتگوهای محرمانه یعنی سرگوشیشان خیری نیست مگر آنکه کسی به صدقه یا عمل نیک یا مصالحه بین مردم امر کند و کسی که این کار را برای طلب رضای خداوند می کند به زودی برای او مزد بزرگ خواهیم داد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. و هر کی با پیامبر مخالفت کند بعد از آنکه برای او راه راست روشن شده است و راهی جز راه مسلمانان را پیروی کند، او را به همان راهی که برگزیده است وامی گذارید و به دوزخش میاندازید و چی بد مرجعی است دوزخ. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حقا که خداوند این را که به او شرک آورده شود نمی آمرزد، ولی سوای شرک هر کسی را که بخواهد می آمرزد و کسی که به خدا شرک آرد بیگمان بسیار گمراه شده است. این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا. مشرکان نیایش نمی کنند مگر زنان را، یعنی بتانی را که به نام زن نامگذاری کرده اند، و ایشان صدا نمی کنند مگر شیطان سرکش را. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خداوند او را لعنت کرد. او گفته است بیگمان من از بندگان تو حصه معینی را میگیرم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. واقعا من ایشان را گمراه می کنم و من ایشان را بر آرزو فرفته می سازم. به ایشان امر می کنم تا گوشهای چارپایان را بشکافند و به ایشان امر می کنم تا آفرینش خدا را تغییر دهند و هر کسی که شیطان را به جای خداوند دوست میگیرد حقا که زیان آشکار را مرتکب شده است. یعدهم و یمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان به ایشان وعده می دهد و ایشان را به آرزو فرشته می سازد و شیطان به ایشان جز فریب وعده نمی کند. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا.
این فریب خورده ها جایگاهشان دوزخ است و از آن گریزگاهی نمی آمد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قیلا. ولی آنهایی که ایمان آوردند و کارهای نیکو نمودند به زودی ایشان را به بهشت‌های داخل می‌کنیم که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آنجا جاودانه به سر میبرند. وعده خداوند حق است و آیا کسی از خداوند راستگوتر بودن میتواند؟ لیس بأمانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. کار نی به وفق آرزوی شماست و نی هم به وفق آرزوی اهل کتاب. کسی که کار ناشایسته انجام دهد مطابق به آن مجازات می شود و برای خود جز خدا دوست و مددگاری نمی آمد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. و کسی که از کارهای نیکو انجام دهد خواه مرد باشد یا زن و صاحب ایمان هم باشد پس چنین مردمی به بهشت داخل می شوند و به ایشان کوچکترین ستمی نمی شود. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. و کیست نیکوتر در دین خود از کسی که تمام هستی خویش را به خدا تسلیم کرده و در عین حال نیکوکار نیز هست و از آیین خالص و پاک ابراهیم پیروی می کند و خداوند ابراهیم را به حیث دوست گرفت. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند به همه چیز احاطه دارد. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. از تو درباره زنان میپرسند بگو خداوند به شما در کتابی که به شما تلاوت می شود در مورد رعایت حال ایشان سفارش می کند و نیز در مورد یتیمان زنانی که به ایشان حقوق معین شده ایشان را نمی دهید و می خواهید ایشان را نکاح کنید و نیز در مورد کودکان ناتوان و اینکه در مورد یتیمان عدالت را برپا دارید و هر عمل نیکویی که انجام می دهید پس حقا که خداوند به آن داناست. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن
تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. و اگر زنی از رویه زشت یا اعراض همسرش بترسد، برایشان گناهی نیست که در بین خویش بر گونه مصالحه کنند و صلح بهتر است، هرچند در نهاد انسان آز همیشه حضور دارد. ولی اگر از احسان کار بگیرید و پرهیزگاری ورزید، پس حقا به آنچه می کنید خداوند آگاه است. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هرگز نمی توانید بین زنان عدالت کنید، هرچند به آن از دل و جان بکوشید. پس از همسر خود طوری رو مگردانید که وی را به مانند زنی در حال تعلیق قرار دهید. اگر راه اصلاح و پرهیزگاری را پیش گیرید، پس حقا که خداوند آمرزگار و مهربان است. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. و اگر زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند، خداوند هر کدام را به اساس گشایش خویش بی‌نیاز می سازد و خداوند گشایشگر و با حکمت است. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. بیشک اهل کتاب را پیش از شما و نیز شما یعنی مسلمانان را توصیه کردیم که از خدا بترسید. اما اگر کافر شوید، پس بیگمان هر چیزی که در آسمان ها و زمین است از خداست و خداوند بی‌نیاز است و ستوده. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند در کارسازی بسنده است. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اگر بخواهد شما را ای مردم از بین میبرد و مردم دیگر میآفریند و خداوند بر این کار قدرت دارد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. کسی که پاداش این دنیا را میخواهد، در نزد خداوند پاداش این جهان و پاداش آخرت هر دو موجود است و خداوند شنوا و بیناست. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ای مؤمنان،
بر انصاف استوار و برای خدا گواه باشید. اگرچه به ضرر خود شما یا پدر و مادر شما یا نزدیکان شما هم باشد. اگر توانگر یا نادار باشد پس خدا به ایشان به هر حال سزاوارتر است. پس به پیروی هوای نفس خود از عدالت سرپیچی مکنید و اگر شما گواهی را در بین دهان خود طوری بپیچانید که حقیقت پوشیده بماند و یا از ادای گواهی روی برگردانید پس بدون شک خداوند بر آنچه می‌کنید آگاه است. یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله والکتاب الذی نزل على رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ای مؤمنان، با خدا و با پیامبرش و با کتابی که با پیامبرش نازل گردانیده و نیز با کتابی که پیش از این نازل کرده است از صدق دل ایمان آرید و هر کی از خدا، فرشتگان او، کتب او، پیامبران او و روز آخرت انکار ورزد واقعا بسیار زیاد گمراه شده است. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. کسانی که ایمان آوردند باز کافر شدند و باز باری دیگر ایمان آوردند و باز هم کافر شدند و سپس به کفر ادامه دادند خداوند هرگز ایشان را نمی آمرزد و هرگز ایشان را به راه راست هدایت نمی نماید. بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما. به منافقان مژده بده به آنکه بدون شک برایشان عذابی دردناک است. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آنهایی که کافران را به عوض مسلمانان به حیث دوستانشان میگیرند آیا از نزدشان عزت میخواهند؟ پس واقعا عزت به تمام و کمال از آن خداوند است. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. واقعا پیش از این به شما این حکم را در کتاب نازل کرده است که هرگاه بشنوید که از آیات خداوند انکار می شود و به آن تمسخر صورت می گیرد پس با ایشان یعنی کسانی که مرتکب این عمل می شوند منشینید تا اینکه به سخن دیگر بپردازند ورنه شما هم در این حال مثل ایشان هستید. حقا که خداوند منافقان و کافران همه را در دوزخ جمع می کند. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
فاسد شمایند. پس چون به شما پیروزی از جانب خدا نصیب شد گفتند آیا ما با شما نبودیم؟ اما اگر برای کافران پیروزی باشد منافقان به ایشان میگویند آیا ما شما را به مبارزه در برابر مسلمانان سوق نمیدادیم؟ ما به شما در مقابله با مسلمانان باعث نبودیم و از شما در برابر مسلمانان دفاع نمی کردیم؟ پس خداوند در میان شما در روز رستاخیز فیصله می کند و خداوند هرگز برای کافران راهی یعنی تسلطی بر مسلمانان قرار نمی دهد. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بیگمان منافقان فکر میکنند که خدا را فریب میدهند در حالی که خداوند به ایشان سزای فریبشان را میدهد و چون به نماز برخیزند بدون رغبت برمیخیزند در برابر مردم ریاکاری میکنند و خداوند را یاد نمیکنند مگر اندکی. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بین این و آن یعنی کفر و ایمان متردد و صمیمی نیستند، نه به این دسته و نه هم به آن دسته. بیگمان کسی را که خداوند گمراه می کند برای او هرگز راهی نمی یابد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ای مؤمنان، کافران را به جای مسلمانان دوست مگیرید. آیا می‌خواهید تا در نزد خداوند الزام صریحی بر خود وارد کنید؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حقا که منافقان در طبقه زیرین آتشند و تو هرگز برایشان مددگاری نمی‌یابی. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. مگر آنانی که توبه کردند، خویشتن را به صلاح آراسته ساختند و به دین خدا چنگ زدند و دین خویش را برای خدا خالص ساختند، اگر چنین باشد پس ایشان با مسلمانانند و خداوند به زودی برای مسلمانان پاداش بزرگ می‌دهد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. خدا به عذاب شما چی کار دارد اگر سپاس گذارید و ایمان آرید و خداوند در برابر اعمال شما شکرگزار و به کارهای شما داناست.